من مجبور شدم چنین قانون را قبول کردم. پیش از همه قانون را پروکورور گنرالی از کارمندان وزارت انرژتیک سر کرده. برق تاجیک، شرکت‌های تقسیمات و فروش برق تاجیک خودشان شناس کنید. خودی آنها را، چون که به کارمندان برق تاجیک، به متخصص، به منتیار یگان سیم، یگان ترانسفورماتور در یگان کوچه، در یگان خانه پیوست نمی شود. راه دیگر نیست. هر یک سردار عائله را میخوانید، قانون امضاش میگیرید، نسخهش میمانید، نظارت میکنید. تا 10 سال در دست قانون جا میگیرید. و دیگر چی؟ کدام کارخانه صنعتی که مانعگی میکند گیرید روبرش برده نزد قانون جا میگیرید. نرخی که امروز دولت برای مردم معین کرده است، نرخ استعمال قوه برق ارزان ترین در دنیا است. این خیلی نرخ نیست. خرج گرفته نیروگاه ساخته استیم، این مبلغ چی خیلی برمیگردونیم ما؟ مبلغی که امروز جمع میکنم معاش خود کارمندان ساحه برق تاجیک در نمیرسه. تلفات نیروی برق در 3 ماه اول سال جاری بخصوص در شهر نایای رودکی 69%، 70%. چرا رفت از این برق؟ کجا؟ حصار 51، وخش 36، دنگره 35، واسه 34، عبدالرحمانی جامی و احمدانی 33%، خوالین و کشانیان 32، شهرینو 31، لیوکن 30، وحدت و فرخان 29%، یوان و مومن آباد 28%، استروشن و خراسان 27%، پنج و فیض آباد 26% را تشکیل داده است که بلندترین در کشور به حساب می روند. از این در بلنده است. در شهر نایای مذکور زمین ها توسط پایگاه های آبکشی آبیاری کرده می شوند. ما حساب کردیم ما قریب 32-33 شهر نایای ماشین های آبکشی یعنی نساس ها کار میکنن با قوه برق. تلفات در همین جا زیاد است. برای چی؟ این نه برای آنکه نساس کار میکند با برق در موسم گرمی شد بعد کار میکند. همه تلفات بدبختی در سر همین نساس ها. این قانون را برای آن قبول کردن که ترتیبات شود مردم در فصل زمستان و سردی خنکی اذیت نکشد. 80% اهالی در دهات زندگی میکنند. 14 ساعت برق نمیگیرد. گاز نداریم. اقلا با برق هم میکنیم.